این یکی ویدیویی که دارم میدم به خاطر اینه که در مورد میشه گفت یه خورده روانشناسی و اینکه همه خیال میکنن برای خودشون یه سری روانشناس هستن و میتونن راحت اظهار نظر بکنن در مورد شخصیت روحی روانی یه نفر قبل از یه سانحه اتفاقی و بعدش و حتی همین رنگ مشکی. دوستای گلم، هر اتفاقی هر کسی یه جوری اتفاقو میپذیره یا نمیپذیره. خیلی ها مثل من از نپذیرفتن اتفاق خوشحالتر زندگی میکنن و یادآوری اون چیزا و حتی مرورش که بخوان یادآوریش بکنن که مثلا فلان چیز فلان کس دیگه نیست، برای اشخاصی مثل من زجرآوره. یعنی فاصله ما از اون اشخاص شروع میکنم زیاد کردن، چون که این اشخاص به اعتقادات من، به باورهای من احترام نمیذارن و میخوان سلیقه شخصی خودشونو تو زندگی من دخالت بدن. و تو آدمی توی سن من 41 سالگی یا حتی بالاتر، هر کسی یه استقلالی داره. کسی که داره مثلا توی خارج از کشور چندین و چند سال زندگی میکنه رو پای خودش، 14-15 سال، دیگه کسی نمیتونه به من نظر بده که من چجوری زندگی کنم، چی کار بکنم، چی کار نکنم، چی برام بهتره، چی بدتره. رو راست. و همچنین مثل من نمیتونم توی زندگی برادر خودم حتی دخالت بکنم، بگم این راهی که تو میری اشتباه، این راه برو. اون تجربهش الان 1000 برابر منه، اون سختی که اون میکشه 1000 برابر منه، علم و داناییشم 1000 برابر منه نسبت به کشوری که داره زندگی میکنه. ماشاءالله بزنم به تخت موفقه، خدا رو شکر. منم همینطوریم، شما هم همینجوری. هیچ کس نمیتونه نظریات شخصی خودش رو تو زندگی دیگران دخالت بده. در مورد اینکه خیلی ها میگن که بعضی از ماها، مثال واضحش خود من هستم که یک مثال خیلی زنده‌ای هستش و حقیقی. من کلن لباس مشکی کلن برای کسایی که از دست رفتن نپوشیدم و نمیپوشیدم. دوستان میگم که لباس اصلا چیزی نیست که یه نفر بخواد خوشحال بشه باش یا بخواد ناراحت بشه، یا اینکه مثلا برم خونه فلانی چون فلانی مرده بعد مشکی بپوشم، اینجور چیزا. نه، این اعتقاد اصلا نداشتم تا اینکه این اتفاق آخری که یه تراژدی وحشتناکی بود، یه اتفاق وحشتناک، یه کابوسی تمام ناشدنی بود، به دلم اصلا افتاد. گفتم که الانه که دیگه باید مشکی بپوشم، چون که ناراحتم، عصبانیم، خشم دارم. خشمی هم دارم که توی ظاهر کسی نمیتونه بفهمه، ولی خب در درون خودم دارم میفهمم چه اتفاقایی قراره بیفته و داره میفته. برای همین پوشیدمش و یه هفته، 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه همینجوری میگذره. بعد این حس، من خودم دارم میگم این حس اشتباهیه، چون این چیزی بوده که از بچگی تو مغز ما کردن که کسی که میمیره باید براش مشکیت بکنی تنت، که ما هم این کار که، ولی خب بعدش میشه عذاب وجدان. شما اگر تونستی بر روحیه خودت غلبه بکنی، قوی باشی، استحکام داشته باشی که خودت با این اتفاق کنار بیای، اتومات این رنگ مشکی برطرف میشه. ولی خب خیلیا نمیتونن. وقتی هم که این مشکی تنتونه، هی مشکی رو میپوشیم، زوده، بذار بگذره 3م، 7م، 40م، نه بذار تا الان بایستن، بذار اولین عیده بگذره، بعد بذار ساله تا سالش. این منتالی یا هم که توی ذهنتون این شروع میکنه رشد کردن که بهش میگیم عذاب وجدان. اینجا بهش میگن یه حالت گیلت، یا گناهی میکنی، انگار مثلا حس گناه میکنی که بعدش وقتی میری توی کمدت
دیگه اصلا هیچ علاقه‌ای به رنگای دیگه نداری. هفته‌های اول میری در کمدو باز میکنی، میگی خیلی خوب بذار مثلا اینو مثلا من بردارم، یهویی میای میپوشیش، اصلا ته دلت شروع میکنه ریش ریش شدن، اصلا موهای تنت سیخ میشه که من دارم چیکار میکنم. یه عذاب وجدان وحشتناکی میاد سراغت که اگر من مشکیمو در بیارم دیگه اون داغ و غم از دلم میره. یعنی بزرگترین اشتباه و ضعف. نه ضعفی که مثلا کسی رو اذیت بکنه، ضعفیه که تو یعنی خودت نتونستی با واقعیت‌های زندگی کنار بیای. اگر این نتونی این داستان رو بذاری کنار، همش بهانه‌ای برای خودت بیاری، این مشکی رو بکنی 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، این یعنی این که نه تنها تو به خودت اهمیت ندادی، بعد به اطرافیانت هم اهمیت ندادی، به کسایی که دوستشون داری اهمیت ندادی. چون که بالاخره اونی که رفت. حالا یا به هم میرسیم یه روزی یا به هم نمیرسیم. ولی خب کسایی که اطرافت موندن دارن میبیننت با رنگ سیاه. حالا مثلا من بیام خودم رو قانع بکنم بگم من همیشه سیاه میپوشیدم، ولی خب منی که مثلا میدونم آلبومم عین مداد رنگی هم همیشه، یا کونلختم، یا نمیدونم رنگ و رنگ پوشیدم، دیگه نمیتونم مثلا خودم رو قانع کنم. یا مثلا منی که مثلا همیشه چه میدونم برنزه میکردم، تن میکردم، بعد میرفتم لباس سفید میپوشیدم که مثلا این رنگ برنزه من همیشه نشون بده، نمیتونم الان بیام بگم که آره من همیشه مشکی میپوشیدم. نه، مشکیه داستانش اینه یه مدت یه سریای دیگه نمیتونن در بیارن. و اگر کسی میگه این عادتم بوده همیشه مشکی بپوشم چون دوست دارم لاغرتر به نظر برسم، چون دوست دارم فلان، شما نمیتونی اولا اونو بهونه کنی دوست دارم لاغرتر برسم. اون کسی که میگه دوست دارم لاغرتر به نظر برسم یعنی اینکه خودشو انقدر دوست داره که میخواد خودشو در بهترین شرایط و ظاهر و آراسته ببینه، که میخواد یک اندام مناسب و شیکی رو به نمایش بذاره، که میره جلوی آینه لذت ببره آره من چقدر ترکیبی و قلمی و ناز و گوگل موگولم. ولی خب مثلا کسی که نه از صبح بلند میشه یه رنگی به موش میکنه، نه آرایشگاه میره یه موی کوتاه کنه، ریشی کوتاه بکنه، فلان کنه، بیسار کنه، این کسشاره دیگه رو اونا جواب نمیده. خب پس این داستان رو بزنیم کنار که مشکی لاغر میکنه و تمام دختر پسرهای ایرانی مشکی میپوشن چون ترکیبی به نظر برسن. اونایی که خیلی به خودشون میرسن بله، اونایی که انقدر ترکیبی و خوشگلن فرقی نمیکنه که مشکی بپوشن، قرمز و سفید و سرخابی، گونی هم بپوشن خوشگلن. پس قصه اونا رو نخوریم، ما قصه خودمون رو بخوریم که این عذاب وجدانه رو سعی کنیم بذاریمش کنار. وقتی میریم توی کمد حتی اگر مشکی داریم مشکی رو بذاریم کنار، رنگا رو شروع کنیم عوض کردن، از مشکی بیایم روی قهوه‌ای که رنگ گوهی خدا وکیلی، یه رنگی بهتر، سرمه‌ای، توسی، آبی کم رنگ، همینطوری تا اصلا برسی به قرمز. چرا که نه؟ تو وقتی که خودتو ظاهرتو زیبا ببینی، بره جلوی آینه رنگ شاد ببینی روی تن خودت، این یعنی این که داری خودت انرژی مثبت میدی و این انرژی مثبتی که تو میدی به این آینه به تو برمیگردونه، تو میدی به بقیه. ولی من ببینم مثلا X و Y و تمام حروف الفبا تو انگلیسی و ایرانی دارن مشکی میپوشن، انرژی منفی میدن، قصه رو میتونی بفهمی، این یعنی این که تو هم باید این قصه رو باهاش همدرد باشی، یا من همون سیمپاتی که میگن همدردی باهاشون داشته باشی. چون اگر این کارو نکنی من خودم هم شروع میکنم عذاب وجدان گرفتن. چون به فرض کنید من دوست صمیمیم ببینم هنوز به خاطر مثلا برادر و پدر و نمیدونم خواهر و مادر همه چیش مشکی پوشیده بعد از مدت زمان زیادی و من میدونم این همیشه مثلا رنگای همه جوره میپوشید، اتومات به خودم عذاب وجدان میدم که من چقدر بی غیرتم
که یهویی تموم شد رفت پی کارش. اتومات رنگ من، رنگ شادابی سر حالی من تبدیل میشه به رنگ ناراحتی و غم و بعد ظاهر خندون قلابی. اینه داستان رنگ مشکی. کسایی که ایشالله هیچ وقت عزیز از دست ندن و اگرم دادن منطقی تا حد زیادی قصه خوردن، عزاداری کردن، مشکی پوشیدن یا هر رنگی که سوگتون رو بیشتر میکنه و دلتون رو آرومتر. اینا خیلی عادیه این کارا رو بکنید، ولی خب از حدش نگذره، چون نه تنها خودتون همینجوری افسرده خواهید با یه ظاهر قلابی ممکنه بخندین، ولی خدا میدونه و خودتون که چقدر توی اون دل خرابه. بعد شروع میکنین همین افسردگی که به نظر خودتون خیلی هم شادابین و مثلا خودتون رو زنین به کوچه علی چپ که در بهترین شرایط قرار دادین، اتومات دارین به بقیه انتقال میدین. فشار تو زندگی همه هست، غم و غصه تو زندگی همه هست و هیچ وقتم از دست دادن کسی رو با از دست دادن خودتون مقایسه نکنید. هیچ وقت نگید منم فلانی رو از دست دادم، منم فلانی رو از دست دادم، چون اصلا در مورد نزدیکی روابط هیچ اطلاعی ندارید. شما ممکنه عزیزترین فرد خونی هم تو زندگیتون از دست داده باشین، ولی خب نسبت به رابطه 2 تا دوست همچنان انقدر فاصله باشه. پس بنابراین لطفا مقایسه نکنید از دست دادن خودتون رو با بقیه. بذارین هر کسی گریف خودش رو بکنه یا با اون واقعیت زندگی خودش کنار بیاد. بعد همین دخالت نکردن بهترینه. بهترین کمک سر زدنهای مرتب به همدیگه است، جو و شاد نگه داشتن و اینکه این انرژی مثبت رو حتی اگر یه طرفه هم باشه سعی کنید در جریان نگه دارید، چون بالاخره انرژی منفی دورش خالی باشه این منفی سنگین میشه تا اینجوری میشینه روی زمین. عین مثلا یه کشتی سوراخی که مثلا با تکنولوژی زیاد میمونه روی آب چندین روز چندین هفته، ولی خب بالاخره این آبه میره دیگه، باعث میشه که این کشتی بشینه به گل. این هم همونه. شما مگه میبینین یک خانواده افسردن، ناراحتن، قصه دارن، قصه نرین پیششون، با شادی و شادابی برید، بحث و حواس کنید، جو و شاداب بکنید، اون خانواده رو بکشین سمت خودشون، بعد 24 ساعته عکسای غمگین و غم انگیز بهشون نشون ندین، آهنگای کسشر غمگین نفرستید براشون. بابا بکشید بیرون. گذشت، هممون میریم بالاخره، بذارین آخریه یه خورده حداقل خوش بگذره. حداقل ممکن این زندگی همه جوره دیگه داره ترتیب هممون رو میده، حداقل یه جوری چربش کنیم که خود لذت رو ببریم. حداقل دیگه با این که اضافهش بکنیم فایده نداره. کسی که مثلا 60 ساله مثلا ما ازش خبر نداریم یهویی بخواد مثلا کاسه داغ‌تر از آش بشه که مثلا فلان کارو بکنم بهتر بشه براتون، فلان کار، نه نمیشه، بهتر نمیشه. من تو رو نمیشناسم، نمیخوام تو زندگیم. این نصیحت که چه عرض کنم درخواست بود، چون تجربه دارم. بعد سالی که گذشت سال وحشتناکی بود. سوای برادرم چندین دوست از دست دادم، دوست صمیمی، چه تو آمریکا چه تو ایران. بعد سال سنگینی بود، ولی خب تنها کاری که میتونن اطرافیان بکنن نه این که فقط مسیج به من بدن سالی ماهی بار سر بزنن به من و خانواده‌ام و مسیج بدن و ادعای مثلا رفاقت بکنن، همیشگی باید باشه، نه فقط وقتی یه کسی از دست رفت. بازم نصیحت، این مشکی هم سعی نکنید به زور کسی در بیارید تا کسی دلش از عزا در نیاد ظاهرش از عزا در نمیاد. و این یه چیزیه که خیلی شخصیه و هیچ کس نمیتونه کمک بکنه، ولی خب اون کسی که خودش مشکی رو در نمیاره خودش باعث غیر مستقیم، حتی اگر قش و ریسه هم بره، باعث ناراحتی بقیه میشه، چون مشکی تو ایران رنگ عزاست. بعد همین دیگه، مواظب خودتون باشین دیگه.
انشالله به زودی زود همتون رو یه روز یا نزدیک میبینیم. حالا دیگه بای بای.